بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان برنامه فلسفه نظم. بحث امروز ما در مورد اینکه حضرت آدم و حوا وقتی که به زمین آمد چه چالش‌هایی در پیش رو داشتن. خب ابتدا باید بگیم که وقتی که حضرت آدم به زمین آمد با چالش‌های بسیاری رو در رو شد. یعنی که خب باید تلاش میکرد که زنده بمونه، برای به دست آوردن روزی خودش باید تلاش میکرد، یعنی باید کار میکرد، کشت میکرد و به دنبال شکار و مسائل دیگه و اون آسایشی که در بهش داشت تمام شد. به اینجا میرسیم که مدتی حضرت آدم و حوا روی زمین زندگی میکنن و بعد از آن صاحب فرزند و بچه میشن و اینها 2 فرزند به دنیا میارن به نام هابیل و قابیل. خب حالا این 2 بچه نیاز به آموزش داره. بدون آموزش که انسان نمیتونه زندگی کنه، باید یک چیزایی یاد بگیره، یک چیزایی باید بفهمه برای زندگی کردن. بنابراین حضرت آدم مدام و مکررن به فرزندان خودش میگه اون روزا میخوام برای شما یادآوری کنم که منو از بهشت انداختن بیرون به دلیلی که کاری که خدا بهمون گفته انجام ندادیم، یعنی خطا کردیم. حضرت هابیل و قابیل به این حرفا گوش میدن و با این حرفا بزرگ میشن تا میرسن به مرحله بلوغ. زمانی که به بلوغ میرسن خب اینا نیاز دارن به همسر. از اینجا آزمایش بعدی برای انسان شروع میشه. این آزمایش عجیبیه که اگر ما بخوایم برای سندیت آزمایشات حدیث یا آیه بیاریم، میتونیم از حدیثی از حضرت محمد استفاده کنیم که گفته انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات معناش چیه؟ میگه کارهایی که شما انجام بدید قبلش نیت در کار هست، یعنی شما در ذهن خود نیت کردین که این کارو بکنم. مثل این که مثلا من میخوام برم نون بگیرم، اول میگم خب برم نون بگیرم، این نیت میشه، بعد میرم اون عمل انجام میدم. یا مثلا من میخوام فلانی را یه ذره سر به سرش بذارم، تو ذهنم اینو قبلش میگم، یعنی نیتشو انجام میدم، بعد میرم اون شخص رو اذیت میکنم. بنابراین این میشه اعمال انسان، یعنی نیت انسان تجلی میکنه به صورت عمل در میاد. اینجا میرسیم که حضرت هابیل و قابیل اینها دچار آزمایش قرار گرفتن. خداوند به حضرت آدم گفتش که به فرزندان خودت بگو که برای من هدیه یا نذر و یا قربانی توسط اون قربانی همسر متعلق به اون میشه. این برادرها رفتن برای مناسک قربانی یا همون هدیه برای خداوند، اینا رفتن چیزهایی تهیه کردن، مثلا گوسفندی و یا میوه‌ای و یا هر چیزی که در اون موقع موجود بود. ما به قطعا نمیتونیم بگیم چه چیزی. بنابراین این 2 هدیه های برای خداوند آماده کردن و قرار بر این شد هر یک از هدیه ها قبول قرار گرفت، نوری بر او ایجاد میشه. یکی از این 2 برادر که نیت خالصانه و برای انجام فرمان خداوند اون کار انجام داده بود، اون هدیهش نورانی شد، شعله ور شد، و دیگری نه، به همون حالت دست نخورده ماند. حس حسادت در دیگری به وجود اومد. بعد گفتش که چرا، مگه این چه بازیه در آوردین؟ این از خودتون در آوردین، اینجوری نیست که تو بخوای تعیین کنی که این همسری که باشه این متعلق به منه، من همونطور که شیطان گفت من برتری دارم. خب اینم همون حالت برداشت که من بهتر از هابیلم، قدرتمندترم، من پهلوانترم، من مثلا حالا به هر چیزی که در اون موقع در وجود خودش احساس کرده بود اونها رو به رخ کشید. همونجور که شیطان برداشت گفت که من از آتشم و این از خاکه، اونم گفت من قوی ترم و این ضعیفه، چرا این باید قبول شه و مال من باید قبول نشه؟ این یه چیزیه که از خودتون در آوردین و اینا همه ساختگیه. خیلی خوب باش، ساختگی، حالا باید چیکار کنیم؟ بعد رفت به برادرش گفتش که من تو رو میکشمت، تو ناحقی کردی. خیلی خوب، برادرش گفت هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی خب چیزی که
خدا خواسته اینه دیگه، من مال من خدا قبول کرده، ولی خب تو که نیت کشتن منو داری، ولی من بر علیه تو هیچ اقدامی انجام نمیدم، همونجور که در قرآن اشاره شده بهش. اینجا بر یک که از دید پدر دور هستن، قابیل حمله ور میشه به هابیل و با ضربه، در بعضی از روایت ها هستش که با سنگی بر سرش میکوبه، در بعضی روایت های دیگر هست به طرق مختلف با چوب تیزی و یا مشتی یا هر چیز دیگری. به هر حال قابیل هابیل رو به قتل میرسونه و بعد اون همسر رو متعلق به خودش میکنه. اینجا شروع میشه چالش دیگری برای انسان. خب حالا که اینجوری شد، ما زدیم کشتیم، همونجور که خداوند حضرت آدم رو از بهشت راند، حضرت آدم فرزندش رو از خودش میرونه، میگه تو دیگه فرزند من نیستی، من یک فرزند قاتل و کسی که از امر خدا سرپیچی کردن نمیخوام کنارم باشه، برو از پیش من دور شو، وای نسته پیش من، نمیتونم تو رو تحمل کنم. به هر حال اینجا قابیل از پیش پدر میره با همسرش. به این شکل میشه که انسان‌ها کم کم زیاد میشن و یک عده که در نزدیکی حضرت آدم بودن، آنها بهتر به اعمال که خدا گفته انجام بدید انجام میدن، و یک عده که سمت قابیل بوده که قتل انجام داده میرن، و از آنها هم انسان‌های به وجود میاد که به اعمال و گفته های الهی توجهی ندارن. از اینجا قبیله ها به وجود میاد، یعنی یک عده بد، یک عده خوب، و اینها در آینده گسترش پیدا میکنن در قسمتی که هیچ خبری از اوامر الهی نیست. یک عده به وجود میاد که راحت شیطان در آنها رسوخ میکنه، میتونه قاطیشون بشه، بهشون کارهایی که توی این دنیا مورد پسندشون و خوشایندشون هست اونا رو انجام بده، و خب یک عده که با حضرت آدم سلام الله علیها هستش، اونها یک مقدار آدم‌های لطیفتر و آدم‌های منظمتری هستن و زندگی میکنن. خب از اینجا به وجود میاد کم کم قبیله به وجود میاد. اینها بعد از مدتی که همدیگر رو فراموش میکنن، ممکنه سالهای زیادی گذشته باشه، اینها چون میشه قبیله شر، قبیله خیر، طبیعتاً برای از بین بردن همدیگه شروع میکنن به جنگ و خونریزی و دعوا و خیلی از فسادهایی که بر روی زمین از ابتدا شروع میشه. خب وقتی که اینها مدت‌های زیادی میگذره و جمعیت زیاد میشه، از بین اینها کسایی هستن که کارهای بد و خوششون نمیاد، میگه که این همه مثلا فساد و این همه زشتی و این همه مثلا تباهی در شأن ما انسان ها نیست، ما باید بهتر و تمیزتر زندگی کنیم. وقتی که این انسان ها به این نتیجه میرسن، این یک جرقه است برای پیغمبر شدن. یعنی که خب تو دوست داری خوبی رو، تو انتخاب میشی از طرفی که از طرف خداوند پیغمبری به وجود میاد. چون که همه در تجملات و هوا و هوس‌های دنیایی قرار گرفتن، زیاد به حرفای پیغمبرهای گذشته اهمیت نمیدن. میبینن خیلی حرف میزنی، سری میکشنش، از بین میبرنش، نیستش میکنن، میخوان به کار خودشون برسن، کار خودشون براشون با ارزش تره. پیغمبرها رو یکی یکی همونجور هر که اومد نصیحتی کرد، هر که آمد حرف خوبی زد، هر که آمد راجع به خدا حرف زد، هر که آمد راجع به مثلا کارهای شایسته صحبت کرد، و خوشایند آن عده از انسانهایی که درگیر و دچار لذت‌های دنیوی شدن خوشایندشان نبود، از بین رفتن، تا اینکه رسیدیم به حضرت نوح سلام الله علیها، جز پیغمبران اولوالعزم هستش. این پیغمبر چرا خیلی صحبت ازش شده در قرآن و در روایات و در جاهای مختلف؟ دلیلش اینه که چون که فساد و تباهی در دنیا زیاد شد، خدا هم
ارتباط برقرار کرد با بنده‌ای که واقعا اعمال که خداوند گفته بود انجام میداد. با کسایی که کاملا اعمالی که اوامری که خدا فرموده رو اجرا کنه، خدا باش ارتباط برقرار کنه، یا از طریق رؤیا، یا از طریق جبرئیل، و یا از طریق صحبت مستقیم با خودش. همه اینها رو ما در پیغمبرها داریم. بنابراین اینجا میرسیم که فساد و تباهی در دنیا زیاد شد و پیغمبری به وجود اومد به نام حضرت نوح سلام الله علیها. کسایی که در دوران حضرت نوح زندگی میکردن و من جمله یکی از فرزندان حضرت نوح در دوران خود حضرت نوح جزء افراد بد بوده، اونجا هستن. بنابراین حضرت نوح میاد برای هدایت کردن این مردم میگه که نکنید این کاری که شما میکنید، اینها در شأن و منزلت انسانیت نیست. اگر به این کارها ادامه بدید ممکنه که مورد خشم و غضب خداوند قرار بگیرید و دیگه اون موقع کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. قرآن هم در بیشتر جاها صریح اعلام میکنه، میگه که اگر شما به کارتون، به کارهای زشت و پلیدتان ادامه بدید، من وارد عمل میشم و وقتی من وارد عمل بشم دیگه هیچ کس جلودار نیست، هیچ کس نمیتونه شفاعت کنه، هیچ کس یعنی حتی پیغمبرم نمیتونه جلوتونو بگیره. ما در قرآن داریم که به یاد بیارید که چه سلطنت‌هایی را من نابود کردم، به یاد بیارید که چه کشورهایی را من با خاک یکسان کردم، چه حکومت‌هایی را من از بین بردم. این یک امر واقعیه، شکی هم درش نیست، هیچ تردید وجود نداره بابتش، چون که خداوند گفته تا زمانی من شما را عادی میذارم زندگی کنید که حرفای منو گوش کنید و بخواین خلیفه من بشید. اگر عصیان و تباهی و فساد بخواین بکنین، به حرف پیغمبر گوش ندین، خودم وارد عمل میشم. همونطور که در داستان حضرت نوح به حضرت نوح فرمود که ای نوح نگران نباش، تو کشتی درست کن، به قومت بگو که عذاب الهی نزدیکه. و همینطور هم شد. تمام دنیا رو آب برد و تنها کسی که تونست جون سالم ببره از این ماجرا کسایی بودن که سوار کشتی حضرت نوح شدن. نتیجه گیری از این داستان ها چیست؟ ما چرا این داستان ها رو میگیم؟ این داستان مگه باعث نظم میشه؟ خداوند این داستان ها رو خودش تعریف کرده برای ما انسان ها که ما پند بگیریم. پند گرفتن خودش نزدیک میشیم به نظم. چطوری؟ با شناختن. چیو بشناسیم؟ کیو بشناسیم؟ خدا رو بشناسیم؟ خب اکثرمون خدا رو میدونیم، میشناسیم، اکثرمون ادعای شناختشو داریم، ولی خداشناسی از کجا به وجود میاد؟ از خودشناسی. قبل از اینکه ما بخوایم ادعای اینو بکنیم که خدا رو میشناسیم، باید به این نتیجه برسیم که خودمان را شناخته ایم یا نه. در ادامه برنامه ما به ترتیب ادامه خواهیم داد برای اینکه چگونه می شود خدا رو شناخت، چطوری خودمون رو بشناسیم و از چه راههایی میشه به خودشناسی نزدیک شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.